با کلاس خاص حرف بزنید. واقعیت این هستش که کلمات و واژه‌هایی که ما به کار میبریم میتونه به ما ارزش بده، میتونه از ارزش‌های ما کم کنه. بنابراین من و تو به عنوان یه زن باید یه کاری کنیم آدمایی که روبرومون هستن توی ارزیابیاشون وقتی به ما فکر میکنن ما رو آدمای خاص و با کلاسی تو ذهنشون به یاد بیارن. به طور مثال خیلی وقتا ما توی ارتباط با آدما میگیم من در خدمتم، به جای اینکه برگردی بهش بگی من در خدمتتون هستم بگو خوشحال میشم اگه کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم. یا برمیگردیم به طرف میگیم من نمیفهمم چی میگی، به جای این واژه برگرد بگو که متوجه منظورتون نشدم، میشه تکرارش کنید. به جای اینکه برگردی بگی که اصلا خوشم نیامد، اصلا دوستش نداشتم، برگرد بگو که خوب بود ولی باب سلیقه و باب میل من نبود. یا به جای اینکه برگردی به طرف مقابل بگی به تو ربط داره، برگرد بگو که نظرتون جالب بود حالا من سلیقه‌م چیز دیگه ایه. یا به جای اینکه برگردی بگی که بمیرم هم این کارو نمی‌کنم، برگرد به آدمایی که روبروت هستن بگو که در حال حاضر فکر میکنم دوست ندارم این کار رو انجام بدم. سعی کن شیک و با کلاس صحبت کنی و حواست باشه این واژه‌ها و این کلمات تو رو تو هر جمعی متفاوت نشون